سلام و عرض ادب. خیلی خوش اومدید به دومین قسمت از سری ویدیوهای آموزشی سئو سیگنال. توی این قسمت قراره بپردازیم به بخش تحقیق و بررسی سئو سیگنال، بخشی که دو تا دسترسی خیلی جذاب در اختیار ما میذاره: تحقیق بر اساس کلمات کلیدی، تحقیق بر اساس یک رشته آدرس یا آدرس دامنه وبسایت. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. خب اولین بخشی قرار است در خصوص صحبت کنیم از پنجره تحقیق و بررسی. قسمت کلمات کلیدی هست. مثل تمام ابزارهای کیوردی سرچی که وجود داره، چه داخلی چه خارجی، سئو سیگنال هم کارش رو به این ترتیب شروع میکنه که شما ابتدا کوری که میخواید رو در این باکس وارد میکنید و میتونید کلی کیورد مشابه ببینید و اونها رو لیست کنید بر اساس سرچ فورم، بر اساس دیفیکالتی و بر اساس کلی دیتای دیگه. ولی خب سئو سیگنال دیتا هایی رو داره که شما رو کاملا به وجد و سورپرایز میشید. این بخش توضیح بدم بریم، خیلی منتظرتون نذارم. خب اینجا میتونید کوئریتون رو وارد کنید، سرچ کنید و ببینید که ارزم به خدمت شما چه دیتایی میتونید برگردونید، چه دیتایی خروجی بگیرید. توی این قسمت میتونید هیستوریتون رو، تاریخچه سرچاتون رو پیدا کنید. خوبیش اینه که زمانی که یک بار دیگه میخواید تاریخچه‌تون رو ببینید، از این قسمت که میزان باجت مصرفتون نشون میده، باجتی کم نمیشه. یعنی اگر شما یک کلمه رو قبلا جستجو کرده باشید در ماه جاری، خب دیگه باجتی مصرف نمیشه و شما میتونید از همون باجتی که قبلا استفاده کردید دوباره بهره وری کنید و اون رو مشاهده کنید. خیلی امکان خوبیه این کار، این چیزی که امکانی که در اختیار یوزرها گذاشتم. خیلی خب زیاد سرتون رو درد نیارم. کلمه LED رو ما به عنوان مثال میخوایم اینجا جستجو کنیم. زمانی که کلمه LED رو وارد میکنید، شما میتونید مثل خود گوگل یک سری ساجستشن اینجا مشاهده کنید. میبینید اول کلمه LED رو داریم، بعد LED نواری رو داریم، LED خطی داریم، LED سامسونگ داریم. یعنی چی؟ یعنی هم داریم در خصوص نوعی از LED صحبت میکنیم، داریم بر اساس لامپای LED صحبت میکنیم، داریم بر اساس تلویزیون LED صحبت میکنیم. همین کلمه رو اگر ما داخل گوگل جستجو کنیم، میبینیم که اوکی داریم اینتیتی های مختلفی میبینیم. یکیش مربوط به تلویزیون، یکیش مربوط به ارزم به خدمت شما LED خود محصولات LED که در خصوص لامپ LED داخل عکس دارید، لامپای LED مشاهده میکنید. اینجا هم به همین صورت هست. شما میتونید مفاهیم مختلف از LED رو در پیشنهادها ببینید و ازشون استفاده کنید. در بخش بعدی میزان سرچ فورم کلمه LED رو در یک ماه اخیر میتونید مشاهده کنید. چه کلماتی مشابه LED هستن رو میتونید مشاهده کنید. میزان سرچ فورم تمامی این کلمات رو میتونید مشاهده بکنید و میتونید دیتایی رو به دست بیارید تحت عنوانی که میزان سرچ LED نسبت به 6 ماه اول سال تا 6 ماه دوم سال چه تغییری کرده. میتونید این رو هم مشاهده بکنید. پایین‌تر که بیایم داره تخمین جستجوی LED در ماهایی که گذشته رو میتونید مشاهده کنید و یه دیتای خیلی خفن که سهم بازار هر برند رو داره نشون میده. یعنی سهم کلیک هر برند، هر وبسایت برای کلمه LED میتونید مشاهده کنید. این دیتا رو اگر مقایسه کنید با سرچ کنسول خودتون، میتونید متوجه شید که این دیتا 70 تا 80% ولیده و خیلی اوکی داره کار میکنه. 70-80% ولید بودن خیلی عدد گنده ایه. شما خیلی راحت میتونید بفهمید که میزان کلیک هر کلمه دست کدوم رقیبتون است و این خیلی عدد بزرگی، خیلی جذابه. این دیتا رو حتما با کنسول خودتون کامپیر کنید و ببینید که واقعا داره درست کار میکنه. عرضم به خدمت شما پایین‌تر که بیایم داره کلمات مرتبط با LED رو به ما نمایش میده. برای مثال اینجا سورت شده بر اساس سرچ فورم که داره میگه لامپ LED در ماه 8000 بار سرچ میشه. رقابت اون معمولی است، درصد رقابتی براش ثبت نشده. تعداد کلمات رو داره مشاهده میکنه. شما میتونید کیوردها رو بر اساس لانگ و شورت اینجا سورت بکنید که کیوردهای طولانی رو به شما نشون بده، کیوردهایی که خیلی کوتاه هستن رو به شما نشون بده. قطعاً برای وبسایت هایی که نوپا هستن، کار کردن روی کیورد هایی که
لانگ هست خیلی بهتره. حالا ما اینو تو بخش استراتژی کامل توضیح میدیم که چه استفاده هایی میشه کرد و در آخر تو این قسمت توضیحات هم میتونید ببینید که کیوردی که انتخاب کردیم در ماه‌های گذشته در هر ماه چه میزان جستجو داشته و سرب به چه شکلی لیست شده، رقابت از 1 تا 10 در دست کدوم یک از رقبانتون هست. عرضم به خدمت شما این که اگر از این بخش بگذریم و بخوایم سایر تب ها رو مشاهده کنیم قراره به دیتاهای خیلی جذابی برسیم. من ابتدا میخوام از شما اجازه بگیرم تا این دوتا بخش رو توضیح بدم و بعد بریم سورپرایز شیم تو بخش تحلیل موضوعی. خیلی خوب، قرار کارمون رو با کلمات شروع شده با LED شروع کنیم. همونطور که مشاهده میکنید در این لیست LED رو داریم به اضافه کلمات مرتبط با خودش که بر اساس سرچ فولو ما اینجا داریم میبینیم که چطور است. برای مثال LED سامسونگ، LED LG چسبیده و LED LG با فاصله، LED لامپ و کلماتی به این قبیل. خیلی ساده و روون هست این مورد. بریم تو قسمت کلمات منتهی ها. دیتا هم فرق میکنه ها، دیتا هم اینجا فرق میکنه نسبت به آن چیزی که اول دیدیم. حالا میریم تو قسمت کلمات منتهی. خب میبینید که دوباره دیتا داره فرق میکنه. کلمات منتهی به LED به این صورت هستش که حالا من این سورت اینو گذاشتم بر تعداد کلمات. به این صورت هستش که بیشتر از این بخش میتونید برای کلماتی که میخواید روی بلاک تارگت کنید ازش استفاده کنید. حالا ما تو بخش استراتژی کامل این مسئله رو میشکافیم یا اینکه بخواید صفحات پروداکت یا صفحات اتریبیوت ها یا صفحات فیلتر هاتون رو ایندکس کرده باشید و بخواید ازشون استفاده کنید. مثال عرض میکنم خدمت شما. برای مثال اگر ما یک بار دیگه از بالا توضیح بدم بیایم پایین، اگر در باکس سرچمون LED رو تایپ کنیم، بریم روی کلمات منتهی و سورت کنیم بر تعداد کلمات، یعنی کیورد رو طولانی تر کنیم، کیورد رو لانگ تر بکنیم، کوریایی که داره ما پیشنهاد میده ببینید نوشته از بین بردن خط روی صفحه LED 450 تا سرچ ولوم داره، رقابتش معمولی و درصد رقابتی هم براش ثبت نشده و یه همچین سرپی هم داره از 1 تا فکر کنم تا 100 رو نشون میده تا 50 رو نشون داده. از 1 تا 50 هم دارید میبینید چه سایت هایی در این سرپ وجود دارن و سرچ ولوم هم دارید مشاهده میکنید که به چه میزان است. یه ماهایی به 700 هم رسیده سرچ ولوم این کلمه. خیلی خوبه اگر بتونید با یک مقاله خوب این مقاله روی بلاگتون تارگت بکنید. یا برای مثال اگر شما اتریبیوتی داشته باشید تحت عنوان مثال عرض میکنم و اینا خیلی تکنیکال خیلی دقیق باید بررسی بشه. اگر شما اتریبیوتی داشته باشید تحت عنوان اینچ تلویزیون ها یا بر اساس برند یا هر چیز دیگری، میگم تکنیکال کاملا باید تخصصی بررسیش کنید. در نظر میگیریم که اگر روی اینچ تلویزیون ها یک اتریبیوت تعریف کرده باشید و اون اتریبیوت رو ایندکس کرده باشید، یعنی قسمت ویژگی های وردپرس اگر ایندکسش کرده باشید، این کلمه رو خب شما میتونید برای مثال روی اون صفحه اتریبیوت تارگتش کنید و ورودی بیارید برای صفحتون. حالا شاید ممکنه شما یک صفحه لیستینگ قیمت داشته باشید یا فقط اینو بخواید روی یک پروداکت تارگت کنید. من صرفا مثال میزنم. اوکی، این تارگتش بستگی به استراتژی خودتون داره. این یک مثال بود که خب شما میتونید از این استفاده کنید. یا دوباره عرضم به خدمت شما که این میتونه یک کوئری خیلی جذاب برای یک سایت عرضم به خدمت شما تعمیرگاهی باشه یا یک سایت آموزشی باشه یا هر سایتی که داره در خصوص لامپ LED صحبت میکنه یا در خصوص الکترونیک صحبت میکنه، هر چیزی. کلی دیتای زیبا و جذاب هست که شما میتونید از این برای پیشبرد استراتژیتون استفاده کنید. دوباره خدمت شما عرض کنم زمانی که رسیدیم به بخش استراتژی ها این بخش رو کامل میشکافیم، مثال های مختلفی میزنیم و میگیم که چه کارهای جذابی میشه با استفاده از این دیتا کرد. خیلی سرتون درد نیارم، تایم ویدیو بالا نره، برگردیم به بخشی که هم من خیلی مشتاقم سریعتر توضیحش بدم، خب قطعا میتونه برای شما هم جذاب باشه. بخش تحلیل موضوعی هست.
وارد بخش تحلیل موضوعی بشیم، ابتدای هم کلمات مرتبط با LED رو برای ما لیست میکنه. یعنی اگر نوع دیگری از LED رو میتونست پیدا بکنه اینجا برای ما لیست میکرد. حالا کلمات دیگه هم میتونیم مثال بزنیم، چکشون کنیم. ولی خب چرا من LED رو اینجا عرضم به خدمت شما سرچ کردم و میخواستم وارد این بخش بشیم؟ یک بار دیگه برگردیم به صفحه گوگل. همونطور که دیدی LED هم میتونست مفهوم لامپ داشته باشه، هم میتونست راجع به لوازم الکترونیکی باشه، هم اینکه میتونست راجع به تلویزیون ها باشه. زمانی که شما کلمه LED رو سرچ کنی در هم کانسپت ها کلمات مرتبط با LED رو نشون میده، ولی این ور کلمات مرتبط رو نشون میده. ببینید ما هیچ کوئری تحت عنوان تلویزیون وارد نکردیم، ولی خب تشخیص داده نوعی از LED میتونه تلویزیون باشه. پس قیمت تلویزیون، خرید تلویزیون، تلویزیون بر اساس اینچو، تلویزیون بر اساس سیستم عاملش، هوشمند بودن یا غیر هوشمند بودنش، داره اینجا برای ما لیست میکنه. خیلی اتفاق جذابیه این کار که ابزار انقدر دقیق تونسته تشخیص بده که اوکی کلمه LED چه انتیتی های دیگه ای هم داره به جز خود اون ماهیت LED و لامپ بودنه. تشخیص دادن این واقعا جذاب نیست. من اینو در ابزارهای نه خارجی دیدم نه داخلی دیدم. حالا اگر شما قبلا دیدید خیلی خوشحال میشم که برام کامنت بذارید و بگید که خب این ویژگی در ابزار دیگری وجود داره یا خیر. بسیار خوب، از بخش مربوط به کلمات کلیدی که عبور کنیم میرسیم به بخش آنالیز سایت. در بخش آنالیز سایت نحوه نمایش دیتا، یعنی نحوه ویژوال شدن دیتا، دقیقاً مثل بخش کلمات کلیدی است، با این تفاوت که شما به جای وارد کردن کلمه کلیدی فقط کافی آدرس دامنه یا یکی از URL های اون وبسایتی که میخواید رو بررسی کنید که به شما قابلیت اینو میده هم به صورت کانتین هم به صورت اگزکت اون رو بررسی کنید. توی این کیس ما میخوایم بریم به سراغ وبسایت علی بابا. خب بعد از اینکه آدرس وبسایت علی بابا رو وارد کردیم میبینیم که یه خلاصه وضعیت داره به ما میده، لیستی از کلمات کلیدیش رو به ما میده، صفحات برتر شما میده و بخش بسیار جذاب مقایسه. این صفحه رو اول توضیح بدیم و بعدش برسیم به اینجا ببینیم که اینجا قراره چه اتفاقی بیفته. زیباترین بخشی که داره همینه، یعنی میخوایم بریم، خیلی من دوست دارم زایدتر بریم اینجا. خب تو بخش خلاصه وضعیت داریم میبینیم که کلمات کلیدی برتر رو داره نشون میده به اضافه رتبهشون و به اضافه سرچ ولومشون. صفحات برتر رو به ما نشون میده. سایت های رقیب رو داره نشون میده که سفر مارکت، فلای تودی، کجارو، مستر بلیت و ویکی‌پدیای عزیز که شاید یکم براتون شوق برانگیز باشه، شاید هم خیلی قابل درک باشه، بستگی به دیدی که شما به وبسایت علی بابا داره که چرا ویکی‌پدیا اینجا هستش. خب ببینید وبسایت علی بابا برای اینکه دامنه کلمات کلیدی خودش رو بالا ببره و بخواد تاپیکال مپ خیلی کلینی داشته باشه، قطعا روی مناطق گردشگری رفته کار کرده. تو قسمت بلاگ خودش راجع به شهرها نوشته، جاذبه‌های توریستی نوشته، آبشارها نوشته، قله‌ها نوشته و راجع به هر جاذبه گردشگری که شما تصورشو کنید نوشته، راجع به وضعیت آب و هواشون نوشته و قطعا با وبسایتی مثل ویکی‌پدیا همپوشانی محتوا داره. به همین دلیل هستش که شما ویکی‌پدیا رو به عنوان یکی از رقبای سرسخت علی بابا دارید مشاهده میکنید. تو قسمت سمت چپ به صورت ویژوال دارید میبینید که هر کدوم از اونها چند درصد از کلیک رو به خودشون اختصاص دادن. علی بابا 24%، ویکی‌پدیا 16%، سفر مارکت که رقیب دوم هست 5%، فلای تودی 5%، کجارو هم 2% و الی آخر. قبل از این که بخوام این دوتا بخش رو برم بهشون سر بزنم و با هم مرور کنیم، میخوام این دوتا باتن خیلی جذابی که اینجا هست رو بهتون نشون بدم. اگر روی اولی کلیک کنید مقایسه میکنه وبسایت علی بابا رو با ویکی‌پدیا. اگر روی دومی کلیک کنید مستقیما میتونید بریم ویکی‌پدیا رو
همین صفحه‌ای که داره رو همینجا مثل همین صفحه میتونیم بررسی بکنیم. من میخوام ازتون اجازه بگیرم قبل از اینکه بریم تو قسمت کلمه کلیدی و صفحات برتر، بریم مقایسه کنیم وبسایت علی بابا و ویکی‌پدیا. خب روی این دکمه بزنیم. خب وقتی روی این دکمه میزنیم توجه کنید این قسمت داره چیه به ما نشون میده؟ داره مقایسه وبسایت علی بابا با ویکی‌پدیا نشون میده. این متغیر رو شما میتونید به هر شکلی که میخواید پر بکنید. از کجا؟ آنالیز وبسایت. وقتی روش کلیک کردیم اومدیم به قسمت خلاصه وضعیت و تب 4 داره مقایسه رو به ما نشون میده. خب 4 تا فیلتر داره. یکی این که میگه رتبه‌های مشترک با ویکی‌پدیا رو به من نشون بده. خب تو قسمت بعدی میگه که رتبه‌های بهتر از رو نشون بده، رتبه‌های بدتر از و کلمات غیر مشترک. رتبه‌های مشترک یعنی چی؟ یعنی هم من هم ویکی‌پدیا روی یک کلمه رنگ داریم و اختلاف ما یکی دو تا اختلاف داریم، اختلاف خیلی زیادی نداریم. پس این میشه کلمات مشترکم. ببینیم دیتاشو. میذاریم رو مشترک با، فیلتر رو میزنیم، روی سرچ کلیک میکنیم و دیتا رو میبینیم که خب وبسایت علی بابا با کلمه پاسپورت رو صفحه about پاسپورت با صفحه ویکی / گذرنامه ویکی‌پدیا با هم کلمات مشترکشون هست و اختلاف رتبهشون هم یکی است. این لیست الا ماشاءالله وجود داره تا آخر. و برای اینکه شما بخواید گپ رو به دست بیارید یعنی چی؟ یعنی اگر شما وبسایت ویکی‌پدیا باشید بخواید ببینید که رتبه های شما چه کلماتی رو ندارید نسبت به علی بابا، اختلافتون چی هست، گپتون چی هست، کافیه روی این کلمه، روی این بخش کلیک بکنید تا بتونید دیتا رو مشاهده بکنید. خب دیتا رو ببینید. بله همونطور که میبینیم خب ویکی‌پدیا هیچ کلمه تحت عنوان بلیط هواپیمایی نداره که بخواد با علی بابا رقابت کنه، گپش هست. اما اگر خیلی سریع بخوایم بریم ادامه بخش آنالیز سایت رو توضیح بدیم که تایم ویدیو بالا نره، باید بریم تو قسمت کلمات کلیدی. عرضم به خدمت شما میتونید کلمات کلیدی علی بابا رو به صورت کامل مشاهده کنید که میتونید ببینید علی بابا خب کلمات برترش چی هستن، روی چه صفحه تارگت شدن، همونطور که گفتیم سرچ فولومشون چی هست و تعداد کلمات کوری که داریم به چه تعداد هست. این رو قراره تو بخش استراتژی خیلی راجبش صحبت کنیم که تعداد کلمات چه کمکی میتونن به ما بکنن برای اگر سایت ما نوپا هست، اگر سایت ما استارتاپی هست یا اگر سایت ما مدتی از فعالیتش گذشته چه تأثیری دارن رو. اینا رو همه رو تو بخش استراتژی ها بهش میپردازیم و اینکه شما میتونید هم تو قسمت کلمات کلیدی هم تو قسمت آنالیز سایت کلمات کلیدی رو به صورت کلی دانلود کنید، پرینت بگیرید یا چند تا رو انتخاب کنید دانلود کنید یا چند تا رو انتخاب کنید کپی کنید و به صورت تمام صفحه اون رو مشاهده کنید یا اینکه اضافهش کنید به بخش ردیاب یا بررسی رتبه ها که بتونید رصد بکنید تغییر رنگ این کلمه رو. بخش ردیاب رتبه موضوع بعدی این سری ویدیوهای آموزشی سئو سیگنال هست که توی ویدیو بعدی کامل به اون خواهیم پرداخت. بریم قسمت آخر هم یه بررسی با هم بکنیم که صفحات برتر هست. صفحات برتر علی بابا رو داریم مشاهده میکنیم که اوریج پوزیشنش چقدر هست، رو چه تعداد کلمه. میبینید که 78 تا کلمه روی صفحه تارگت شده، تارگت هم نشده باشه رنگ گرفته و داریم دیتاشو مشاهده میکنیم تا الاخر. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو هم همراه من بودید. قسمت بعدی رو از دست ندید، میریم سراغ ردیاب رتبه و تون میرسیم به سورپرایز یعنی دستیار رپورتاج. شب و روزتون فوق العاده باشه. فعلا خداحافظ.